اومد شروع 1 نیم ساعت صحبت کرد. همه حرفش این بود، خلاصه حرفش این بود که آقا ما اوضاع جهان داریم مطالعه میکنیم، داریم میبینیم ایران به سرعت داره تبدیل میشه به یک قدرت بزرگ بلا منازع. ما از الان اومدیم بگیم با شما، مثل این خانومایی که صبح میرن زنبیلو میذارن تو صف شیر، این اومده و زنبیلو بذاره که آقا ما هستیم با شمایی، ما مشتری شمایی. تعجب میکنه آدم، بعضی هم میان به عنوان سیاستمدار میشینن اوضاع رو آنچنان کجکی تحلیل میکنن، ای وای اینا همه با هم شدن، خطرناکن، الان میان میگیرن، چه خواهد شد. میرفتن میگفتن اینا وارد بشن خونتو میگیرن، پولتو میگیرن، زن و بچه‌تو میگیرن. تو خود نیویورک، همین پارسال که ما رفتیم تو نیویورک، خب یه کاروانی را میندازن، ما که میبینیم اون حفاظتی که برای ما میذارن خیلی سنگین میگیرن دیگه، به اندازه رئیس جمهور خودشون حفاظت میذارن. 20 تا 30 تا ماشین راه میفته و همه از این ماشینای سیاه، برای که وحشت بندازه تو دل مردم. ماشینای